خیلی افسوس عمر، تو بر این دختر رو از دست دادن نمیخواستم. با مدیریت تندرستی فهموندم، اما چیزی که در تقدیر نوشته شده است با زوری نمی شود. برای همه چیز با شما تشکر. سلامت باشید. چقدر وزنین است امتحان انسان و چقدر مقدس. عقاب برای کبک را از یک جا به جای دیگر بردن بدن خود را از زمین می بردارد. آن همین از همه وزنین ترین وقت است. انسان که از پس حقیقت می دود متاسفانه حقیقت را به خوشی‌های خرد و ناچیز عوض می کند و به خطاگیری راه می گیرد. راهی که سوی حقیقت می برد اگر به آخر رسید امید دلهانی رفته رفته تمام می شود و راه برآمد از این برتر و علاجی نفس آزاد را می کند. وگرنه دلی که شاد شدن می‌خواهد بسیار وقت از راهی راست گذشتنش را فراموش می‌کند. از حق و عدالت رویش را گردانده مثل که از حقیقت دور شدن می‌خواهد. انسان یک دم اسیر خوشبختی می‌شود، بعد می‌دود به سوی خوشبختی دنیا. خب خوشبختی و حقیقت کدام است؟ پشتت را از حقیقت گردانده گریختن یا ایستاده با ناحقی‌ها تلاش کردن؟ خدا از شما راضی باشد. تشکر پسرم، تشکر. و شما هم تشکر. عمر به تو گپ دارم عمر. این خیلی رفته نمیتوانی. ما نباید با آنها سر فروریم. تو این رو فهمیده میتوانی یا نه؟ انا حجت های از کار رفتنم سرما. تا وقتی که مفتشان نتیجه نبرند هیچ کار کردن نمی شود. می شود. به ظلمی کرده خیش و تبار ما نباید طاقت کنیم. پدرم حتی برای تو نگاه کردن رو منع کرده است. چی اکنون ما هم باید مثل سیده و هارون پنهانی بخوریم؟ نمیدانم. غیر از انتظار شدن دیگر چاره نیست. چرا باید انتظار شدیم؟ که آنها عوض می شوند. عوض شوی پدرم رو، اما که هاشمم رو یا داغن رو. کمتر جسورتر بودن لازم. ما دکتر هستیم عمر، چند سال خوندیم. اکنون به کارهایی کرده اونها چرا باید چشم پوشیم و از خوشبختی همون دست کشیم؟ باید با آنها مبارزه بود. حق پدر و مادر تاج سرمون، لیکن دیگر طاقت کرده نمی شود. نباشد چیکار کنیم؟ تو چی پیشنهاد داری سرما؟ خانه دار می شویم. شده که بیشتر فکر نکنید. انا بینید داغنم از شهر برگشت. داغن یگان خبر است؟ آنها را پیدا کردی؟ نیامک. در شهر چقدر شناسه که داشت همش را پرسیدم. با زوری از گلهشان گرفتم لیکن هیچ چیز نمیدونم. آنها به کجا گریخته باشند؟ هم نخورید که ما هم پوشیده پیدا میکنیم. جای آنها را فقط 2 نفر میدونند. لیکن از دهان آنها گپ گرفتن نمی شود. من آنها را نمیگویم که باز یک نفر دیگر هست. کیست وی؟ هوریا. یادی مادر دیگر است که آرام طاقت کردن نمیتواند. راست میگویی. برای این چیکار کردن لازم؟ من همش را کیها کردم. بعد از مکتب برای تو رو گرفتن می آیم. چرا طبعت خیره است هارون؟ چی شد؟ مادرم او رو در محله تنها گذاشتم. با فکرم کار خوب نشد سیده. من هم فکر میکنم، اما اول در اینجا جویمان را مستحکم کردنمان لازم. ما همه این را دانسته گریختیم. همین طور، لیکن کی میدوند برای جایمون رفتن او را چقدر عذاب داده ایستادند.
به همه این نگاه نکرده خوب بودنش رو میدونستم. دیشب خوابم نبود. فکری برگشتن رو کردم. یعنی چی خیل؟ همه این کارهایی کردمون بیفایده بود هارون. البته هم عذاب میکشد، اما برای خوشبختیمون به همه این طاقت کردنمون لازم. میدونم سیده، همش رو فکر کردم. اکی عمر به من کار یافت. اکنون به مقصدمون میرسیدیم، اما مادرم رو تنها گذاشتم. او رو فکر نکرده نمیتوانم. اکی عمر اینقدر به ما کمک رسوند، اکنون در نیمه راه نمیگذارد. مادری تو مادر شیری اوست. چیزی که نشود انیق او را تنها نمیگذارد. راست میگویی سیده. با فکرهای بیهوده سرت رو گرم کردم. انا زنگ هم شد. به درست گیرم. تشکر هارون. خیر. از خوردی ما رو راحت نگذاشتند. همه وقت به هم دیگر دشمن کردن میخواستند. حاضر هم همین طور. این خیلی باشد عوض شدنشون رو انتظار نمیشویم عمر. ما خودمون عوض میشویم. راست میگی سرما. ما باید تقدیرمون رو خودمون حل کنیم. خانه دار شده با آنها میگوییم، بعد مجبور میشوند که قبول کنند. این جاهل پرستیشان را پایمال باید کرد. ما به اینجا برای بهتر کردن زندگی آمدیم. انتظار نمیشویم که کای این گل خشک شده خزان گردد عمر. سرما، راست میگویی سرما. راست میگویی. ما برای بهتر نمودن سلامتی آدمان به این راه رفتیم. ما باید هیچگاه خسته نشویم. به زندگی، به آینده، با امید نگریم. چون شمع روشنی بخشیم. زندگیمون به دیگران نمونه شود. اگر شود در منگوی خودمون رو میکشویم. یک خانه رو اجاره میگیریم و حیاتی نو آغاز مینماییم. اگر باز با ما مانع شوند، از این محله برآمده میرویم. آرزوهایمون رو در دیگر جا عملی میکنیم. میرویم. وقتی که ما یک جا شدیم دیگر کسی به ما ظلم نمی کند. زندگیمون رو خودمون آباد میکنیم. راستی شرم از آن دارم که چرا از تو پیشتر با این کار جسارت نکردم. از این عائله هم بیزار شدم و از این محله هم. وقتی قیمتمان به جنگ و جنجال های بیفایده صرف می شود، ما برای آن نخوانده ایم که بازیچه دستی دیگران باشیم. مقصدمان حیات آدمان رو بهتر گردانیدن است. از افتش آبی در خانه قدر نداشته است. برای همین می رویم سرما. نشود می رویم. از همه اشان بخشش پرسیده ترک اینجا میکنیم. بگذار اینجا رو یگان کسی دیگر رو آباد کنیم. با هم دیگرمون وعده میدهیم. گپم یک تا سرما. چیزی که نشود تو رو تنها نمیگذارم. هیچ وقت اجازت نمیدیم که ما رو جدا کنند. هیچگاه. من تیارم با تو عقد نکاح بندم. خانم هوریا چی شد محمد؟ چی واقعه؟ هارون به دکان زنگ زد. با شما گپ زدن میخواد. چی؟ خوبند؟ در کجایند؟ به تو نگفت؟ نه نگفت. بعد از 5 دقیقه با زنگ میزند. رفتیم ما رو انتظار نکنیم. چی شد فکرت؟ ها؟ یگان خبر هست؟ مایلش باشی. چی میگوید؟ وای آهن پاره زنگ زده با مادرش زنگ زده است. از دکان محمد که با او کرایه دادن گپ میزنن. نگفته بودم. چه خیلی که میگوید؟ روباه دم زده دم من زده. حله و روباه مکر را میدانم. شما راحت باشید امک. من باشم پروا نکنید.
علاجش را میابیم. خب مالش زود علاج وای زن را یابه. وای خانم هوریا پول اجاره دکان رو کمی دیرتر میدیم. میفهمم محمد. هورون پسرم امان از ذوق دهم پسرم. فکر نکن تو خوبی؟ جایتون خوب؟ در جای بی خطر هستی؟ چرا میرنجم پسرم؟ تو باشی و من میرنجم. تو سلامت باشی پروای دنیا ندارم. شما هر دو آسوده باشید. شد پسرکی من. بعد گپ میزنیم پسرم. مرا بی خبر نگذار. بعد گپ میزنیم مایلش. خیر محمد. خوش باشید. های 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 سراسیمه هستی خانم؟ کپراک محکم است. با آهن پاره زنگ زده در چه خصوص گپ زدید؟ کجایند آنها؟ از تو میپرسم گپ زن. جایش را نگفت. گفته باشد هم نمیگویم. کدام مادر جیگرش را به سگها میدهد؟ به من نگاه کن لعنتی. جیگرت را پاره میکنم. گپ زن. در کجایند؟ سرده دستان دست کرد. ای بس دوغان از کاری کرده چرا تو نمیکنی؟ پاکشن اشو. دوغان خدا راست به جای بی آدم میبرم. گوشهایت رو میده میده کرده به سگها میپردم. گپ زن. جایش را گپ زن میگویم. کوش مرا داغن کوش. از دهانم یگان گپ نمیگیری. دوغان ای بس مایلشی دفعه رها خوردی. باری دیگر میبینیم. شما خوبت خانم هوریا؟ نیامک. این زن را کشید هم پاره کنید هم جایشان را نمیگوید. وای شاید نگوید اما ما را برده میتواند. این چه خیلی میشه هاشیم؟ آرون در اینجا نیست. یگانه درآمد هوریه از کرایه دکانی محمد میآید. او را ترسانده پیش میکنیم. به یک تنگه من زود به نزد هارون میرود. آفرین امک خیلی خوب. خیلی که میگوید اسباب رفتن گرفت زینش هم میروند. این خیلی باشد. برای شما یک قهوه عالی جناب دوغن. پسرم بیا برای پیاله ها رو از جیبون گیر. بیا میایم ینگا. با من گوش کن دوغن. این حمزه و هوریه چه خیلی مناسبت دارند؟ چه خیلی مناسبت ینگا؟ البته بد. اگر فرصتش را پیدا کند در یک قاشق آب او را غرق میکند. ینگا سیده گریخته رفت. به این آیله یک توی آباد لازم است. همین طور نه؟ کمی دیگر صبر کن. خدا خواهد توی میشود. حجت های لازمه رو نوشتم. گیرید. این برای خانه دار شویتون. این نشر رو هم گیرید. پر کرده بیارید. تشکر. سلام باشید. چی میخواهید؟ از این دکان زود برای محمد. برای خودت جای دیگر میابی. ما را مجبور نکن که دشمنیتون با خانم هوریه است. با من دخل ندارد. من چی گناه دارم که از اینجا روم؟ من در اینجا کار میکنم. چرا من باید از اینجا روم؟ گپم را نشنیدی محمد؟ با تو از این دکان میروی گفتم. کاری کردتون عیب است. من روم هم یگانه درآمدی خانم هوریه از این دکان است. عیب نیست مگر؟ تو تنگه درآمدی این زن را دیدن نمیتوانی. خاموش لعنتی. فکری تو را یگانه پرسید.
پرسید مگر؟ یک وقت پرسید فکری تو را واقعا نکن. تو چی فایده که من است. حالا بی خدا که نکن. به ما حق نشان بدی. واقعا این کار رو نکن. التجا میکنم نکن این کار. سرمایه من است. شب لعنتی صدایت نبراید. این دکان را و سرطریتم هم تو را در تکش گرانم هم صدایت نبراید. در پهلویت عدلیکی ها می باشند. ما اگر خواهیم کله پوسیدت را سرمایه می کنیم. در کوچه ها گدایی می کنیم. بس شد. بس گفتم داغان. گبزن محمد، از این دکان می روی یا نمی روی؟ یعنی از بانک خواستن، یعنی آنها میخوان همینطور برای که از کجا بودنش؟ ها همینطور. وای باز یک تا برای سرما میگیرم. برای چی؟ برای او هم از بانک خواستن مگر؟ آها. سلام سرما. خلال نرساندم؟ چی شد دوغن؟ چرا آمدی؟ با چه کار مشغولی؟ برای دیدن آمدم. کنی بینیم دکتر خانم دکتریش رو میکند یا غمی عروسیش رو؟ سفسطه های تو رو گوش کردن نمیخواهم دوغن. التماس برا کار دارم. مرا مکی همزن روان کردن برای تو را نظارت کردن، اما کاری بد هم نکرده است. یک حالی داری که دلم به تو میسوزد. حتی برنجیدن هم نمیارزی دوغن. اکنون التماس برا رو کار دارم. میروم، اما اول کمتر گپ زنیم خانم سرما. عمر ایسا پسرم، تو را در آسمان میکافتم اما در زمین پیدا کردم. چی شد عمر؟ این چه کاغذ ها؟ در بیمارخانه کار کردنم رو با من کردن. این تبسم کرده‌ات برای پیش کردن است مگر؟ تقدیر. شما چی گفتنی بودید؟ پسرم، خاله هوریه برای خودش جای نشست نمییابد. چرا در کجا بودن هارون و سیده رو نمیگویی؟ اما که هم اول خاله هوریه رو عذاب میدهند. اگر فهمند که زنی بیچاره جایشون رو میدوند با او ظلم میکنند. راست میگویی پسرم، لیکن تو یک مرتبه در آمده به هوریه خبری خوش رسان میل است؟ میلش اما شما هم غم نخورید. سلامت باش پسرم. خوش باشید. یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک. پای هایت رو میشکنم ملخک. پدرت قسم خورد سرما. عمر ملخ باز یک بار پریدنی شود پایهایش را نیو سرش را میکنم. با خبر باش. فهمیدم دوغن. اکنون رو کار دارم. تو چی از من بیزار شدی؟ یک کاغذ را از بینش دو تا کنی چی می شود؟ استفاده برده نمی شود، از کار می براید.
اگر خواهی که عمر مثل این کاغذ دوپاره نشود، رفتاری خوب کن. زیغ نشوید خاله هوریا، آنها خوب هستند. در کجایند؟ چی کار میکنند؟ به سرم 1001 فکر میآید. در کجا بودنشان مهم نیست. مهمش آن است که صحت و سلامت و خوشبختند. چی باشد؟ مرحبا. این چی حلیمه؟ آشی خدایی. از دستش به فقیران کمک کردن در خونی عدلیگی ها هست. نمرده‌ایم، کمک میکنیم. به کمک تو احتیاج نداریم حلیمه. این خیلی نگوی. پسرت گریخت، اجاره‌کار دکان هم رفت. یک تنگه موندی، دشوار میشود. چی خیر دکان رو خالی کرد و رفت ینگه؟ حالا خبر ندارید؟ خوش باشید. چی شد اکای محمد؟ چرا دکان را خالی میکنید؟ محمد پسرم چی شد؟ ببخشید خانم هوریا، این دکان به سرم بلا آورد. عدلیگی ها آوردند. خاله هوریا، تو اینجا من عمر. غضب دل تو رو سیاه کرده است حمزه. این چی ظلم است که به همه میکنی؟ کسی که با حمزه عدلیگی سرش رو میبردارد جزایش رو میبیند. تو اول این سوال رو با پسرت ده. خانم روی سوزونی مرا به یک تنگه گذاری هم برای خوشبختی پسرم همه کار را میکنم. یک رویت از حد گذشت حمزه. این هنوز چیز نیست هوریا. روزهای خوب رو با شام میکاوید. آنها از حد گذراندند. اما باید از دایره آدمگری برآمدند. شاید هارون کاری درست کرد که از اینجا برآمده رفت. کاش که تو هم در این جایها پریشان نمیگشتی و برآمده میرفتی. راست میگوید خاله هوریا، مجبوریم که رویم. چند وقت باز شما رو ناراحت میکند؟ 1-2 هفته شد. فکر کردم میگذرد، پروا نکردم. شبها خوابتان نمیبرد؟ شاید عصبی شدید یا سخت از چیزی رنجیدید. اپای علیه، من هم دکترم و هم خواهرتان هستم. دردتان رو ندانم به شما چگونه کمک رسانم. عمر پسرم. پدر چی حال داری؟ من خوبم. میبینم که تو هم خوب هستی. سبب خرسندیت چی باشه؟ شما رو دیدم خرسند شدم پدر. دیگر چی میشود؟ چی من تو رو نمیشناسم بگر. تو از خوردی همینطور بودی. یک چیز رو پنهان کردنی باشی رویت سرخ میشد. گپ زن کنی چی شد؟ پدر سر و سیمه شده اجازت نگرفته باشم هم، لیکن فکرتان رو دانستن میخواهم. پگاه با سرمه خاندار میشویم. چی؟ راست میگوی عمر؟ خیریت پسرم، خیریت. مادرت این روز را ندید. افسوس پسرم، خدا بختتان را دهد. امک‌های چی عمر؟ آنها در این خصوص چی اندیشه دارند؟ هیچ کس نمیداند پدر. پنهان میشود. ما را دشمن میحسابند. لیکن مجبور شدم. باز کمی فشار آورند از محله برآمده میرویم. را پسرم.
عذاب دادهشان بس است. و تو یک چیزی مهم میگویم عمر. چند روز باز از فکر زیاد خوابم نمیبرد. از عمکی هاشم احتیاج شو. میدانی که وکالت نامه امان در دستی وی است. چیکار کردنش معلوم نیست. مبادا تمام ثروتمان را از خود نکند پسرم. چی شد عمر؟ چرا خاموشی؟ عمکی هاشمم خانه و تمام مال و ملکمان را از خود کرده است. با فکرت کمی جنجال کردیم. عصبی شدم. سرم به درد در اومد. بیماری شما بیماری عصب است پایلیه. ما در اینجا دکتری عصب نداریم. برای همین شما رو به بیمارخانه شهر روان میکنم. احوال تو هم خوب نیست سرما. کمی زی خستی به فکرم. خاموشی پیش از طوفان. خوبم. غم نخورید. مایلش من هم میروم. خدا شفا دهد اپا. تشکر سرما. اول از خانه پیش کردند پدر. بعد با عمکی حمزه هم یک جای شده از کار پیش کردند. پدر چی شد؟ پدر کاش که نمیگفتم. چی پسرم؟ چیزی شده شد پسرم. سلامتی باشد بس است. تو رفته تیاریت را بین. بعد گم میزنیم. پدر حالتان خوب است؟ البته خوبم. پسرم آخر تو پگاه خانه دار میشوی. خوب نشد. بهترش نمیگفتم خاله. در آخر میفهمید پسرم. خیلی خوب شد که از تو فهمید. اینش راست، لیکن وقتی که فهمید کمی زیق شد. پدرت حق هست که زیق می شود. عمک‌هایت دادر هستن یا دشمن معلوم نیست. بابایت را حتی حرمت نمی کنن. کار راست پوش زدی. با تو چی شد علی؟ از واخوری آمدی تو حال در جا نشسته نمیتوانی؟ کار راست پوش زدی. آرام شو علی، بیا چای نوشیم. رمزی را آغوشته است. یعنی نیتش مرا به حبس شنانده، مال ملکم را مصادره نمودن بوده است. مردنی که باری نکم بیتن است. یکم دادرید. دردی. زودتر این بیمار محبوس است. زودتر باشد. زودتر. این پدری عمر است دکتر. زودتر. به این طرف. زودتر باشد. دستتان در نکند. نوشی جان پسرم. شما رو هم غم دادم خاله حوریت. تشکری چه جان. میگوی تو پسرم؟ لیکن به خدا حیران شدم که لباس رو پوشیده با کجا میروی؟ با یگان توی میروی پسرم؟ حالا نمیگویم. الو
شما رو شناختم. چی شد؟ تینجی است؟ چی؟ چی شد عمر؟ پدرم او رو با بیمارخانه آوردن. چی؟ هوا رو زیاد کرده؟ زیاد کردم. نبزش رو سنجید، نبزش رو. دیدم. نفس کشیش قطع نشود. دیلش از کار نماند، زود باشه. هوا رو من میدم دکتر. ما رو باید نجات ده. این خیلی نیست، زود باشه داخل. در اومدن ممکن است. در داخل پدری من است. من دکترم. کسی که نباشه برادر، در اومدن ممکن است. خانه همشیره و پدرم چی شد؟ او زنده است. اولین رو با این ضرب میکنیم. فهمیدم. 6 کاره 4 24 از 24 4 گیریم 20 میموند. یا توبه، 2 کاره 2 4 بودنش رو ماشین حساب کنی هم میگوید. با فکری من با جای فنی ریاضی فنی حیات شناسی رو آموزانن با بچه‌ها بسیار خوب میشود. انا همین طور ها؟ آفرین بیبی جان. ببخشید. ناخوش شد فکرت تازه میکنم. ای در این سین و سال دست و پای سود شده چیست؟ بیچاره دختر چند روز باز خوابش نمیبرد. فکر دلش میزند. خیر چیکار کنم؟ بیمارم گفته همه چیز رو رزاندن میگیرد. امروز با سرما خودش رو نشان داد. سرما او رو به نزد دکتری عصب فرستاده است. پا گفت او رو به شهر میبری. فهمیدی؟ به شهر؟ ها. مایلش خیر. مایلش بگو میبرم. آفرین. الوی شیر چی حال داری؟ من هم خوبم. پگو به شهر میروم. تو رو دیدن میخواهم. چه خیل؟ مویم رو کمی دیگر کردم. میدونی زنها اگر زیق شوند اول موی سرشان رو عوض میکنند. تو رو رنجاندم میشیل ببخش. مایل جانکم تو بستید. فکرت از من نرنجیدی؟ نرنجیدم. حالت خوب نیست آخر. نه اونقدر مهم. سرما به بیمارخانه شهر روان کرد. مایلش پگو من تو رو میبرم. تشکر فکرت. کار شدی مگر؟ چرا میسی خروس اینقدر داد نه؟ در این خانه غیر از تو هیچ کس چرا تیرزه رو میکشایی؟ فرامده در رو کشا. در رو نمیکشایم هاشیم. شکر کن که تیرزه رو کشادم. زنک در این هوای خنک مرا منتظر نکن. کشا در رو. تو آدمان رو از در بیرون میکنی یگان بار فکر کرده یا هاشیم؟ اکنون تو بیرون از در ایست. شاید عقلت بجاش؟ صدیقا کشا در رو. صدیقا. اوه ببخشید آقای هاشیم. این شب در مهمان خانه جای نیست. در خونه که کمتر لرزه بعد عذاب مظلومان رو میفهمه. شب بخیر هاشیم. شبی ما رو سهر هست صدیقا. صبر کن پسرم. تو هم دکتر هستی. معلوم است که کوشش کرده ایستادم. برای صبر کردن قوت نمانده است. چرا خاموشه؟ چیزی گوید آخر التماس. دکتر پدرتون زنده است، غم نخورید، اما سکته دل رو از سر گذرونید. خدا شفا دهد. شکری خدایا. در اومدن نمیتوانید. پدرم است. تنها یک چند دقیقه التماس. فقط زودتر.
پدر ترسیدم که من رو تنها میگذاری. تا وقتی که من در این سوراخی هستم تو تنهایی عمر. گوش کن پسرم، به من کمک میرسانی؟ البته کمک میرسانم. برای گریختنم؟ باز یک چای برای هرمز. اکایوش محکم کرده نبودیم. میدونید شب بر وقت محکم میکنیم. قهوه خانه اکرم است. چقدر خواه میشینم فهمیدی تو را با سر من خدایی نماندند. استغفرالله اکایوشیم. لازم باشد تا سحر کشوده میمونیم. اگر جای رفتن نداشته باشد نشستن گیرید. چرا جای رفتن نداشتم؟ میروم من. گیر قهوه رو به سرت ریز. نمیتوانم پدر. گریخته چیکار میکنید؟ از هاشم قصدم را میگیرم. پدر جان شما خوبتر میدونید. بدی رو با بدی جواب نمیدهند. اجازه دهید دیگر راهش را یابیم. با خواست خدا یک ادوکتی خوب بیافته شما را. نه دیگه ادام را گفتم. دیگر چیزی شنیدن نمیخواهم. اگر کمک ندی خودم میگریزم. نه پدر، اجازت نمیدهم. چی شد؟ پدرم را در زیر نظارت گیرید. گریختن میخواهد. ببخشید پدر. تربیه که از شما گرفتم اجازت نمیدهد که. پدر و من باور کنید. چه نگاه میکنی دیوانه؟ هیچ. به نورخانه میرفتم. تو رو این خیلی بیمار دیدم و ایستادم و نگاه کردم. کاردار نباش رب. از گرسنگی دیوانه شدم. یگان دخلی نکنم. در این دنیا دو لقمه خوری سیر میشوی. در آنجا چی؟ نخور لقمه حرام را. سرت را به آتش نگذار. حالا خور از بلا خلاص میشوی. تو چه ها میگویی؟ میگویم طبقچه حرام یا حلال بودنش را نگاه نکرده معده را پر میکنه. و میدشو چه علاقه داردیم؟ علاقهش را تو یاب رفیق هاشیم. یک روز گرسنمانی در آن دنیا یک روزت را نجات میدهی. چه باز یک روز؟ لقمه حرام. یک لقمه از آتش از دهانت در آمده سوزانده به معده‌ات میرود. ای آدم، من چی کاری میکنم؟ با عقل میکنم، با هنر میکنم. مثل تو خیالی نه. هنر از آدم ها را فریب دادن باشد. سحرگران از تو پر هنرتر هستند. یعنی هنر دروغگویی باشد. در این کار از تو خوبترش هم هست. تو نه با هنر هستی و نه با عقل. در آمدت حرام شده است. چون که صاحبی لقمه حرام هستی تو. ای آدم، با گپای تو گوش کنم از گرسنگی میمرم. گفته من میشد خوب میشد. چقدر میخوای نوش؟ چقدر میخوای خوردن گیر؟ این خیلی باشد چیکار داری با من؟ خواهم مینشم خواهم نمینشم. صاحب اختیارم. تو پرواز کن من هم میسوزم. تنها استخوان میسوزد. فریدن معرفت میشد گنجشکا شاه دنیا میشدند. اما تو سوختن را آسان فکر نکن. گرست نماندی؟ گیر این را خور. خدا رزقت را از یک جا میده. اما سوختن را باز یک بار فکر کن. میلش تشکر. چنان گرستم که گیر این چی خودش؟ آتش است رفیق هاشم. آتش اینش را فهمیدم آدم. پیش از تو رفتگی ها جوابی عملهایشان رو میدهند. تو با شخص زمین دیگر کس را صاحبی میکنی. در آتش چقدر طاقت کرده میتوانی همان قدر با آتش بازی کن رفیق هاشم. گوش کن کلپنگ. رفیق هاشم نه. هاشم هاشم هستی. هاشم هستی. هاشم. خدایا چی باشه در این شب؟
چی شد امک؟ چرا در را با مشت در می‌زنی؟ کجا بودی که در آزردک شدی؟ امشب در خانه تو میمونم. چی شد امک؟ یگان چیزی بد نشده است انشالله؟ نه جانم، برای وی اومدم. 3 دقیقه رو نزنم گفته به خانه نرفتم. سر یک گناه کرده بود، خیلی زده بودم. باز زیست کنم یک طرفیست، یک طرفیست. ایستا خدایا. حاضر خانه رو هم کاری کردش به یادم میاد، باز میزنم. اصلا بیرون میشد بهترش نروم. یا خدایا، ینگم هم در نزد تریزه چشمکانشان چال. خیلی چشمش چار. تو بسیار گم نزارم به من خوردید. گرسنه ماندم. یک کس یک چیز داد و 100 گم گفت. من هم نخوردم و با سکا دادم. با خدا هم اگر گرسنه باشه هیچ چیز ندارم، تنها همینان پاک و باز انا این کاش که همون چیز رو میخوردی. آسمان مثل سما است. ستاره، آفتاب، ابر، همه چیز در آنها به حضور است. میدانی برای چی جانم؟ بیایید امک قربان، شینید. چرا آنها به حضورند و ما به حضور؟ چون که آنها به فرمان آمده با فرمان میروند، به فرمان قدم نمیگذارند. لیکن انسان همین طور است مگر نمیداند که اطاعت چی است و چه خیلی که خواهد رفتار میکنند. عقلم نمیرسد امک قربان. من با امکایم چی بدی کردم؟ چرا نمیگذارند که من خوشبخت شوم؟ آخر من تیارم برای آنها جانم رو دیم. اگر عقل همه چیز را میفهمید خدا دل را نمی آفرید. در کجایی که عقل نرسد با دلت فکر کن، آنجا صدای وجدانت است. دروغ نمیگوید. دوستم علی بیمار شده است، خدا شفا دهد. بله امک قربان، حاضر در بیمارخانه است، لیکن نمیگذرد. با فکرم دیگر نمیگذرد. ای این چرگت جانم، تو چی ها میگویی؟ بس کن. همه وقت درد خوشبختی. نمیتوانم. خوشبختی فقط مگر در کار کردن است؟ خوشبختی تنها از تو وابسته است. چیکار کنم امک قربان؟ چیکار کنم؟ از من نرنج، قربانت شوم. نگاه کن، چشمانت میپرد. نفهمیدم امک قربان. گوش کن جانم، یک اطراف را نگاه کن. بیمارها، فقیرها، یتیمها، بیچارها، گریه میکردگیها، درمندان، نفرانی که به دردشان درمان میکابند، در حبس بودگیها، موسفیدان. اینقدر آدمانی غمدار باشد تو چه خیلی خرسند میشه؟ کدام آدمی با وجدان سرش را به بالش گذاشته به حضور خواب کرده میتواند؟ اما انسان باید پیشش رو نگاه کند. پیش کجا؟ پشت کجا جانم؟ نگاه کن، پیشم اینجا. اکنون پشتم پیشم شد. دیدی؟ حاضر رویت به این طرف نگاه میکنه. برگردی در پشت یک شکست پاره میبینی. کی میدونه در زیر شکست پاره کی ها ماندن؟ تو همه هیچگاه ارادت رو نشکندی. سلامت با جیان. با پدرت سلام رسون. به هر یک کمک میخواستگی دست دراز کرده. راهمون رو گم کردیم امک قربان. میرویم از اینجا. به عقب نگاه نکرده میرویم. از همه خوبش به فکرم انا همین است. گویا که عروس شده باشی دخترکم. مرا ترساندید مادر جان. سعیده باز به یادم آمد. دختری جوان تنها چی کار میکرده باشه؟ از من گپ گرفتنی باشید بیهوده وقتتان رو صرف نکنید مادر جان. وی رفت و تقدیرم تن دادم. از دستم هیچ کار نمی آید. چی کار کنم؟ در لباسی عروسی دخترم رو ندیدم.
میسوزم. اکلان تو رو در لباس عروسی بینم. با مادرم بگویم یا نه؟ اکنون تو رو در لباس عروسی بینم میگویم. مثل کوی سفید. با تکلیف دوغنی نگوی دخترکم. هگوی. شما هیچ فکرتان روی بس نکردید. مرا خونه‌دار کرده خوشبختی مرا میخواهید یا اینکه خوشبختی خودتان را نمیفهمم؟ من از بختم روی نمیگردانم. فهمیدید مادر جان؟ هیچ وقت روی نمیگردانم. لیکن اگر داماد داغن باشد هیچ وقت مرا در لباس عروسی نمیبینید. یک روی این دختر مرا دیوانه میکند. دلتون سخت میزند، دستتون کرخت میشود، پیش چشمانتون سیاهی زده گویا که در تهلکه همینطور. همین خیل دکتر. بسیار وقت از تنها ماندن میترسم. میفهمم. بیماریم چینم دارد؟ همه این عاقبت شدت عصب است. داروی نوشتم را در وقتش استعمال نمایید. شاید روزهای اول سرتون چرخ زند. لیکن دارو خوردن را دوام دهید. بعد از 3 روز نزد مایید. تشکر زیاد دکتر. خدا شفا دهد. سلامت باشید. تشکر. چی شد داریا؟ گویا که دلم و عصبم بیمار بوده است. رفتیم. فکرت تو اینجا اومدیم بیا خالت رو خبر گیریم. مایلش علیا تو خبر گیر. من کمی کار دارم. همین که کارم تمام شد من تو رو میبرم. مایلش. پدر خوب هستید؟ میبخشی که دیشب تو را رنجاندم. در روز نیکا. مهم نیست پدر. شما رو هیچگاه این خیل ندیده بودم. حیران شدم. پدر جان اکنون آرام شدید؟ کاری کرده یا آشیم غضبم را آورد. من این را فراموش نمی کنم. من یگان رفتاری بیجا کرده نه شما را و نه خودم را به سختی نمی گذارم. خدا بختتان را دهد و راهتان گشاده شود پسرم. تشکر پدر. خدا حافظ. چرا تو در اینجایی؟ پدرم دیشب با بیمارخانه آوردم. خدایا چه حال دارند؟ خوبند؟ همه‌اش گذشت. شب حالش کمی بد شد. من هم برای اجازت گرفتن آمدم. نکاح رو به دیگر روز میگذرونیم. نیست سرما. روزی را که سالها باز انتظارش بودیم. نمیخواهم گذرد. آخر ما با هم دیگر وعده دادیم. بیا رفتیم. کارها رو به انجام رسانیم. رفتیم عمر. اما یک جای نبینند خوب می شود. در خانه نیکا با میخوریم. فهمیدم. دخترم به تو چی شد؟ خوبم. رنگ رویت پریده است. از بیمارخانه می آیم. دارو گرفتم به فکرم تاثیرش. خودت را احتیاط کن. خوبم. شفایو. خوب دخترم.
شما چی شد؟ سرم کمی تاب میخورد. به خونه خاله زمرت اومدم و فکرم نیست. به خونه مادرت خیزید حالتون شما رو ناراحت میکنم. چی ها میگوید؟ چه خیلی ناراحت؟ تشکر زیاد. بیایید. مرحمت شنید. تشکر زیاد. شما را ناراحت کردم. چه خیلی باز ناراحت؟ راحت باشید. حس کنید که در خانه خاله زمرت هستید. اینجا همسایه چی شد؟ باز به چیزی قهرت آمده است؟ نه تو با کجا میروی صندوق؟ از هفتش خوراک را از حد زیاد خوردم همسایه. گفتم کمی راه گردم حل شود. همینطور خواب نباشد راه گرد حل شود. اکنون روز با مکتب جون اکیمان فهمیدی بچه ها که با عقل اکیمان شیرین اکیمان کنی را اوهسته در مکتب بسیار دیده لباسات روی اتواز نکنی من شیرین اکیمان این چخیل به خونه زده در اومدن هوشی به خلای دشمن هجوم میکنی یا گرسنگیت بسرت زد تا حال با من بازی میکنی تو زنم باشی شاید رو باید دانی فهمیدی یا نه مرا سرگرد یک بچه مردی در نزد شما عیب می شود چیکار کنیم با باید موش میخواهد دیدیم رو نزنید بابا جو نزنید دیمون مایلش تو در حق اینها دعا گوی فهمیدی؟ اکنون این خانه را یک صاحبش محکم میکند و میکشاید مادام که خوراک خوردن نمیخواهی از این پس نه در سری میز میشینی و نه یک لقمه نان میخوری انا بعد احوالات رو میبینم نمیخورم من زور لقمه حرامی تو نیست میبینم راو پسرم بدن راو خوش آمده که مرحمت کی رو میکوبید؟ ایشیل خانم همین جایم؟ نه امروز او رو دیدن نمیتوانید اینجا تعمیر است آخر هفته به مرحمت کمی دو خواب نوشید. تشکر زحمت کشیدید. گویا شما رو در کجای دیدم لیکن در کجا؟ شاید به خانه خاله زمرت آمده من رو دیده باشید. ممکن. خوب گذشت. تشکر زیاد. میدونی من هم همین درد رو دارم. بسیاری بیماری از عصب. با آدمان مناسبت کردن دشوار است. تو چی کار میکنی؟ کاری وزنی به فکرم. من سراینده در یک جای کار میکنم که به خودم هیچ محکوم نیست. در حیاتم این کارو نمیکردم. لیکن حیات مرا مجبور کرد. مجبور. تو راحت باش. لبای ایشیل سلام. با جای کارت آمدم تعمیر بوده است. تو رو دیدن میخواستم لیکن وای من هم خیلی میخواستم اما در خونه میمون دارم. با دیگر روز مونیم چی؟ نه سراغت رو ده من میایم. بده من بنویسم.
مایلش میدیم. یک توگی قهوه می نوشیم. دیگر وقت انشاءالله. من روم اکنون. فکر میکنید که مرا ناراحت کردید؟ نه چی ها میگوید؟ شما خیلی زنی مهربانید. بعد یک چند روز برای تشخیص با دکتر میگویم. باز میبینیم. صحبت میکنیم. شما هم خیلی زنی مهربانید. در اینجا یگان دوگانه ندارم که درد دل کنم. از شناسایی با شما خیلی شادم. ابویه آها اوف کمی آیسته خور آیسته. در حیاتت خوراک را ندیده ای چی؟ از این خیل خوراک سر میشنم نگستی دقیقه. حرام است حرام. چخیلی که میگویند حرام از حلال با لذت تر است. چی شد هاشی؟ در گلویت من مگرد؟ من؟ با پشتت زنم با پشتت زنم. همین رو میخواهی؟ زده از دهانت این لقمه حرام را برارم. زن گفتیم کش نگفتیم کو. چرا خوراک بین خود است؟ کلی کجاست؟ از تو میپرسم. تو آدم نمیشه. علیه رو فکرت بشر به بیمارخانه برد. سرما با اونجا روون کرد. چخیل بیمارخانه؟ چی شده است؟ با تو چی؟ خیر از خودت یکون کس دیگر رو فکر میکنی مگره؟ باز با کلی چی شد؟ در اینجا تبابت نکردن دنیق یگان دردی باد. اگر تبابتش قیمت شود چی؟ یک روز مصرف نکنید راحت نمیشه آدم. اینطوری رفته از سرما این رو پرسم. میتواند به ما رو برید. داروهای لازمه را به نوبتدار حبسخانه نوشته دادم. از حال او با خبر باشید. خدا شفا دهد. تشکر. سرباز هیچ تصور نمی کردم که توی من خاندار شوی من همین خیلی می گذرد. من هم همینطور. لیکن چه خیل بودنش مهم نیست اکنون. عمر ماموری نیکو کمی دیری میمونده است. با یک نیکو رفتن هنوز بر نگشتن. اگر خواهید بعد از یک ساعت بیایید. مایلش تشکر. مرا بگذارید. مایلش تشکر. در توپگاه. خوب شد که با ما گفت. نباشد یک ساعت انتظار می شدیم. بله خیلی خوب شد. اینها در اینجا چیکار میکنن؟ هی خلوصی چی میخواید؟ با تو گپ دارم خلوصی. عمر و سرمه چرا به اینجا آمدن؟ با تو چی داغن؟ این کار با تو داخل ندارد. حالا همین طرفان اینجا بیا. کرده ای صدای داغن.
چقدر دخل ندارد حیوان. دخل دارد. حتی به یک تاری موی سرمه چند شیند به من دخل دارد. فهمیدی؟ فهمیدی حیوان. گپ زن اکنون. در اینجا چیکار میکردن؟ گپ زن لعنتی. برای نکاح آمدن. بعد از 1 ساعت خانه دار میشوند. این خل نمیشود. علی در بیمارخانه چیکار میکند؟ چرا این خیلی نگاه میکنی علی؟ با این کارها دخل دار نشو. گفته کمک دادم، مگر به خوبی هایم همیشه جواب میدی؟ دفشم چند سال بعد از حسابی من زندگی کردن بس نبود که باز آینده پسرم را سوزاندی، تمام مال ملکم را از خود کردی، باز با کدام روی به من نگاه میکنی؟ با روی خودم. نفری که خون این آیله را رسانده است، مال این آیله با او حرام است. از خونی عشقت را نرساندم. خدا میداند، اما شیطان میگوید که تو بر این برادر را کش. آرام شوید. دارید این برادری قاتلم را. رمزی را من نکشتم. کسی کشتی مال ملکم را از دستم گرفتم را به حد شناند. این تویی. تو را آرام شوید. بس کنید. آرام شد آقا علی. بس کنید. اکنون من تو رو میکشم و عالم را از تو برین افلاس علی میسازم. آقا علی آرام شوید. سلاحی در دست بودتان را پرتوید. وضعیت را بدتر نکنید. آقا علی پرتوید. نزدیک نشوید. میترسانم. اجازت نمیدهم. دو دنیا یک شود هم اجازت نمیدهم. داغن التماس قبول کن. ما یکدیگر رو دوست میداریم. چی کاری که نکنیم ما خانه‌دار میشویم. نزدیک نشوید. نزدیک نشوید. نزدیک نشوید. نزدیک نشوید. خانه‌دار نمیشوید. حتی دست هم دیگر رو نمیدارید. دست سرمه تنها سنگی مزاری تو رو میدارد. فهمه؟ داغن التماس سلاحت رو گیر. التماس میکنم داغن نکن. بازوری نمیشود داغن. خود را به دست گیر. این کاری قلب است. قلبی مرا تو نمیفهمی بیدار. نمیفهمی. در سرت یک سوراخی کنم بعد میفهمی. اگر با پراندن حل شود پران، اما دانسته باش ما یکدیگر را دوست می‌داریم. عشق ما عشق حقیقی است. میفهمی داغن؟ واه نگاه کن داغن. دستت میلرزد چون که تو هم میدونی که پراندن روی حل مسئله نیست. تو رو میدونم داغن. پس این نگاهی ظالمت آدم دیگر نفته است. انوای داغن است. داغن حقیقی پرونده نمیتون. مرا خیلی مجبور کردی بیتار. خیلی مجبور کردی. میموری. این خلاصان نه. برای مردن ساره کرده میموری. بعد میفهمی. این داغن. همان داغن. سرما بعد از 1 ساعت در بینای نیکا بو میخوریم. در اینجا بسیار نگردیم خوب میشود. بیمارخانه هم نرم.
نترسید، من نمیگریزم. تنها داغی سرم را تازه میکنم. کارو نکنید. میدونید که گریخته نمیتونید. عقلتون رو کار فرمایید. تسلیم شوید. سوار شوید. به ماشین سوار شوید میگویم. وگرنه این کشتون رو میپرونم. نکن علی. چیکار میکنی علی؟ پرونید رو. چرا انتظارید؟ پرونید رو. من رو میکشد. نمیبینید مگر پرونید زودتر. این کی باشد؟ واقعا این چه حال است؟ سرما و عمر خانه دار میشوند گنگه. چی؟ باز چخیر خانه دار شوی؟ حجت ها رو پر کردند. در حکومت شهر نکاح میکنند. تو میفهمی چی گفته ایستاده ای؟ حجت های خانه دار شوی رو با چشم خودم دیدم امک. چی رو انتظاریم؟ رفتم مانع شوی زودتر. 20 دقیقه ماند. خدای زودتر وقت رو گذارم که یک دقیقه به نظرم 1 ساعت می نماید. چی شد؟ پدرتون در نزد بیمارخانه امکتون را گرفتگان گرفتند. چی گفتید؟ وضعیت خیلی بد است. زودتر آیید. نزدیک نشوید. میپرونم. نزدیک نشوید. میپرونم. آقا علی التماس سلاحتان رو پرتویید. وضعیت رو بدتر نکنید. نزدیک نشوید. نزدیک نشوید. علی جان. تماشا سوار شوید. زود باشید. میپرونم. زودتر سوار شوید. زودتر میگویم. زودتر. من به او نشان میدم. سوار شوید. رفتیم. نجون با تو میگویم. رفتیم. تو نشون میدم. آخر کجا شدی اوما؟ همشیره چی شد؟ اما کسان رو با خودشون بردن. با کجا رفتن؟ نمیدونم. هیچ کس رو نزدیک شدن نموندن. سلام. ببخشید کمی دیر موندم. داماد کجاست؟ سرما به این چخل جرأت کرد. از من بخبر بود چخل خونه دار میشود. از همه بیخبر امک. به این طور به هیچ کس خبر نداده. پنهانی با دختری شما خاندار می شود امک. به اولاد توف کرده است. با این کارهای کردهش به جانم رسید. جنازهش هم مثل نکاحش می شود. هیچ کس خبردار نشده. میگلانم را میگلانم. خیز گفتم به تو خیز. من خلومت میشم علی. منو سرده. من به تو بدی نکردم علی. گوش کن اول. گوش کن. چند سال باز خونه من رو خوردی. مثل شلوک ملک من چسبیدی. اکنون تا اینجا که یاسیم. اکنون گسد سفید گسد سیاه معلوم می شود. چی کاره نکردم؟ برای تو کردم. برای اولم کردم علی. سرده منو میخواد. چی نکنون؟ نه به گفایت و نه به فکرهایت دوباری دارم. به چشمم نگاه کردم منو فروختی. آینده پسرم رو سوزاندی.
من از داشتن اعتبار نگاهی دروغگوی شرم دارم. نکن علی. من کجا از این دنیا دفع شده میروی. کار میکنی؟ روحایت را هم به زمین میگرانم. خش میگویم. راگرد اما که پدرم را ندیدی؟ نه ندیدم. یکم واقعه شد. انشالله نمیشه. مشکلی ها چون تیر به پشت انسان میرسد. گلویش بسته می شود، چشمش سیاهی می زند. وقتی گریختن است انسان همه چیز را پرتافته گریختن می خواهد، لیکن نمی داند که پشتش را گرداند از طرف دیگر ضربه نو می آید. هر ضربه انسان را بسیارتر به گردابش می کشد، حتی اگر نادیده گیرد هم. چشمش را پوشد تنها برای خودش تاریکی می کند. نور آفتاب را همان کسی می گیرد که اگر خود خواهد. برگشته رفتن تنها گریختن است، وگرنه شمال درد در هفت بهار هیچ کس را نمی گذارد. در فکرم داماد نمی آید. باز یک بار دیگر زنگ زنم، شاید اون واقعه روی داده باشد. جواب نمی دهد. اما آمد. روگارد تو روی خین هستی، مثل کشتم به همه ایمان نیستدی. اکنون مثل مار خزیده سوی مرد میروی. مرا همه وقت بای میکردی. علی آوازش را نمیبرارد گفته، حتی لقمه را از دهانم میگرفتی، میگی خطا کردی. امروز علی اکنون جان تو را میگیرد. اگر خواهی کلمه شهادتت را خوان و تو همین قدر وقت میدیم. دیگر هیچ چیز نمانده است که بیاد. نکنم چیزی که بخوایی و تو بیدیم هرچی همون بشود. نفسی آخرین را سر کردی. علی